توجه به اینکه این روزها درگیر اخبار عملیات طوفان الاقصی هستیم و حالا اون در نوع خودش اتفاقات بی‌نظیری رو به معرض نمایش گذاشته و هموطنان عزیز ما در هر رویکرد فکری که هستن نسبت به عمق موضوع بالاخره دارن دنبال میکنن اتفاقات رو. شاهدیم که یک سری رفتارهای ایذایی هم از سوی رسانه‌ها داره انجام میشه و بررسی اونها خالی از لطف نیست. با توجه به اینکه هموطنان عزیز ما به شدت تحت تاثیر رسانه، نه اینکه خدای نخواسته جسارتی بشه بگم هموطنان عزیز شماهایی که در کلاب هاوس حاضرید یا در شبکه‌های مجازی حاضرید تحت تاثیر اخبارید، نه، در مواقع حساس از سوی اتاقهای فکر رخ میده که الحق و الانصاف من امانی که بعضی از افراد رو میشناسم، سابقه‌شون رو مطلعم و وقتی رفتار اینها رو میبینم تغییر کرده و یک سری اتفاقات عجیب غریبی در جهت اهداف سیاسی پشت پرده دارن انجام میدن، باور کنید متاسف میشم و متاثر میشم. از بعضی ها که سابقه‌شون رو میشناسم انتظار ندارم پا روی آرمان‌های خودشون و اون عقاید خودشون بذارن، عقایدی که بر حق انسانیت بر حقه. و بعضی‌ها رو ما میشناختیم رو این رویه سوابق خوبی داشتن. سرات نیوز یک رسانه حزب اللهی تندرو افراطی بود. به مرور زمان، البته الان هم من معتقدم اینو بچهای انقلابی هستند، اما وارد یک معرکه‌ای شدن، وارد یک بازی شدن که من به این آقایون یه مدتی نقد کردم و حالا عاطف عزیز، خدا آقای غفاریان، بالاخره آدمایی هستند که سابقه دارن تو این مسیر دیگه، خودشون میتونن تصمیم بگیرن، تشخیص بدن، تصمیم بگیرن و اراده بکنن یک رفتاری رو صورت بدن. و محضر هموطنان عزیز بگم ما رفیق ما منافع مردمن، دوست ما منافع مردمن و امروز به زرس قاطع مثل روز روشن رسانه‌ها دارن به غارت میبرن افکار عمومی رو، خود اذهان رو بر علیه خود افراد به کار بردن. شما تصور بکنید من با شما دوستم، با شما که حالا سرور من هستید، با یک آدمی که تو بیت رهبری رفیق، مثلا میخوام نشون بدم به شما که ارتباط دارم و رفیقمه، میام یه نقل قولی که هیچ وجاهتی نداره، آدم هر چی فکر میکنه که یعنی چی متوجه نمیشه. اما کارشناسان و تحلیلگران امنیتی و سیاسی خوب وقوف دارن به این موضوعات و به این اتفاقات. و افرادی که ارتباطاتی دارن، سابقه‌ای دارن، وقتی یک رفتاری انجام میدن، وقتی مثلا توی اتاق میان 10 نفرن یه حرفی میزنن، اونا مورد رصدن. اینجوری نیست که بگن امانی مثلا افسارش رها باشه هر کار دلش میخواد بکنه. تا یک جاهایی مماشات میشه، اما از این جاهایی به بعد دیگه هیچ حاکمیتی، هیچ حکومتی، هیچ جریانی که به فکر مردم و منافع ملیشه کوتاه نمیاد. هر کی میخواد باشه، مرحوم هاشمی باشه، آقای رئیسی باشه، یه روزی آقای قالیباف احتمالاً یه روزی مثلا همچین موردی رو دوچار بشه. دوستان عرض بکنم رسانه خیلی تأثیر گذاره، همین که ذهنیت ما رو مشغول میکنه. من از اون باب که همه ما رو سر کار گذاشته 100% معتقدم. الان عزیزانی رو میبینم همه صاحب سبکن، همه آدمای موفقی تو عرصه اقتصادی، تو عرصه سیاسی اجتماعی، ولی وقت میذارن اینجا. این نشون میده این موثره دیگه. مثلا یه 4 تا آدم بیکار الاف میان اتاق میذارن، میبینید 1000 نفر آدم اون پایین وایسادن. یه آدمی از کشور اموال همین مردم رو برداشته رفته لندن، وقتی میاد سخنرانی میکنه با چه دقتی مردم گوش میدن. بابا تو از بنیه خرابی، حرف درست هم بزنی من باور نمیکنم. حالا توی چنین شرایطی متاسفانه برخی از رسانه‌ها دیدن که اینم تفسیر جمهوری اسلامیه. من بگم من امانی پرروم مثل اونا نشدم، چون اگه پررو نبودم الان تایتلام یه چیز دیگه بود، مثل آقایون ارتباطاتم با یه سری افراد. من یادمه آقای ویسی و آقای جوانمردی و آقای شهرام نمیدونم چی و اینا همه با من ارتباط گرفتن، به من گفتن اتاق بذار ما میام، مخلصم هستیم، خیلی مردی. حالا این بخش برون مرزی است. در داخل کشور جریانات سیاسی به واسطه ضعف نهادهای رسانه‌ای و نهادهای فرهنگی کشور که یه عده آدم بیسواد ناکارآمده، خب رسانه اومده این سرات نیوز خیلی داره، همین الانم تایتلاش در جهت منافع مردم و جبهه انقلابه. اون چی بود تعطیل شد، انتخاب و مثل شرق و اینا نیست. تو اونا یک کلمه حرف درست نمیشنوی، همش تحلیلایی است که افکار عمومی رو درگیر کنن با گرفتاری‌ها، با بدبختی‌ها. یعنی به کسی نمیگن آقا آرامش داشته باش، میتونی خودت مشکل تو حل کنی. که علم روانشناسی اینو میگه، اصلا اراده انسانی اینو میگه، هیچ مشکلی جلودار نمیتونه باشه. ولی اینا میگن ما بدبختیم، ما الهیم، هی عملیات روانی میکنن، خودشون رو بالا بخور دارن. بعد آقای عاطف صالحی، آقای سرات نیوز، آقای چه میدونم هادی امانی ممکنه یه روزی وسوسه بشه در جهت خلاف اون اراده‌ای که داشت یه سری اقداماتی رو انجام بده. بنده هم خیلی تحریک کردن که منم بیام. مگه من صحبت ندارم از مسئولین نظام بیشتر از آقای عاطف صالحی؟ هم ارتباط داشتم، هم صحبتاشون رو شنیدم، اینقدرم بی معرفت نبودم تلفنی صحبت کنم صداشون رو ضبط کنم. ببینید اینا سالها به کی باید آدم اعتماد کنه با یه نفر حرف بزنه صداتو ضبط کنن؟ این عنوان اهمیت نمیدن به رسانه‌های مستقلی مثل علی غفاریان که مدیر مسئول سرات نیوز. خیلی وقت من 8 سال 9 سال پیش با ایشون گفتگویی داشتم، مدیر مسئول بود، هنوزم ادامه داره، سردیگرمی زیادی چشیده و
آقای عاطف صالحی هم همتون میدونید، یه آدم عالمیه، یه آدم پرتوانیه، مطلعه. خب اینا تحت فشارن که میان این کارایی میکنن. آی نهادی که اینا رو دستگیر کردی، آی نهادی که شاکی بودی، شما ببینید چرا اینا انتحاری عمل میکنن، چرا عاطف صالحی میاد یک موضوعی که 100% دروغ رسانه‌ای میکنه تهدید میکنه. اصلا شأن عاطف صالحی اینو ایجاب میکرد. خب باید ببینیم چه به عاطف صالحی گذشته که بیاد خودزنی بکنه، یه موضوع دروغی رو که هیچ وجاهتی نداره. اصلا طرح موضوع رهبری دو بار آقای عاطف صالحی این موضوع رو انجام داده، هدف داره، پشت پرده داره این قضیه. لذا نهادهای حاکمیتی و حکومتی یک خط مرزهایی دارن، یک سری خطوطی دارن که باید رعایت بشه. آقای عاطف صالحی به عنوان فعال رسانه‌ای من چند بارم بهش گفتم داری کج میزنی، بهش پیام دادم، گفتم آقای صالحی حیفید شما این کارا رو نکنید. خب بعد برای که خب بالاخره آدمی که طلبه باشه، حوزه علمیه رفته باشه، چرخوندن و پیچ زدن و دور زدن خوب بلده. بگو ان شاء الله خدا ارحم الراحمین کمک. این فیلم‌ها رو من خیلی دیدم. لذا این که الان یک سری رسانه‌ها روی این موضوع کار کردن که دو تا اصولگرا رو دستگیر کردن و مظلوم نمایی میکنن که 2 هفته است، معلوم نیست اگه 2 هفته گرفتن، اون شبی که گرفتن خب میومدید اطلاع رسانی میکردید که آقا گرفتن اینا رو، یه هفته واسطادید، امروز چرا؟ ببینید اینا موضوع مهمی است. یک جریانی داره ارتباط میگیره با رسانه‌ها، متاسفانه قطعی است این قضیه. فقط برای فریب افکار عمومی حاضرن هزینه‌های زیادی بکنن تا آقای لاریجانی مثلا یه گزینه مطرحی بشه روی موضوع رهبری آینده، مثلا از همین الان سردمدار باشن. اینا پشت پرده داره برادران من، عزیزان من. هادی امانی همین الان به رهبری آینده اصلا فکر نمی‌کنم به هیچ عنوان، چون انقدر هم دنیا برام حل شده، هم اعتمادی که به حکمرانی کلان جمهوری اسلامی دارم. چه وقت من میام در این پازل و در این بازی قرار میگیرم وقتی که کمبودهایی داشته باشم. اگه کمبودها روحی، روانی و مادی و عرضم به حضور در اختیار خودم باشه، اون ضعف خودمه. اگه این کمبودها در اختیار حکمرانی که من دوستش دارم باشه، محل چالشه. ما قبل از اینکه بپردازیم اینا دستگیر شدن، جو و میدان رو در اختیار یه سری آدمایی که سابقه و تجربه نشون داده به فکر مردم نیستن بخوایم ورود بکنیم، ما باید دلیل این عملیات انتحاری برخی از رسانه‌ها رو متوجه بشیم. من محضر شما عزیزان عرض میکنم، این 3 4 تا رسانه خبر آنلاین شنیدید از این کارا بکنه؟ بیاد بگه مثلا آقای حقانیان، اینا که با هم رفیقن پشت پرده مدیراشون، بیان بگن حقانیان اومده به عاطف صالحی درگوشی، با والله به پیر به پیغمبر دروغه. یعنی درگوشی وجود نداشته. اینا توی گروهی ان. آقای وحید حقانیان رو من میشناسم، با خانواده خودش ارتباط نمیگیره این شکلی که بیاد درگوشی با عاطف صالحی بگه مثلا آقای رئیسی. آقا تو چیکاره ای که بیاد تو همچین صحبتی رو بکنه؟ اگه قراره ضربه بزنه به بیت رهبری و به رئیسی و به جمهوری اسلامی، خب میره با بی بی سی صحبت میکنه. لذا من میخوام بگم پشت پرده اینا با هم ارتباط دارن. اون رسانه‌های حرفه‌ای یه سری آدمای اینجوری رو به بازی گرفتن، عواملشون هم حرفه‌ای ان، یعنی در رفاه کامل دارن زندگی میکنن، اصلا دغدغه ندارن. لذا یک جریانی توی کشور داره مدیریت میکنه، مهندسی میکنه رسانه‌ها رو با حرفه‌ایگری که داره، با یادداشت‌هایی که میده. یه بخش ماجراست پشت پرده با ارتباطاتی که میگیرن با عوامل فعال رسانه‌ای و اینا رو به بازی میگیرن بدون که خودشون متوجه بشن. عامل اصلی اتفاقاتی که افتاده به نظر بنده قطعی هم هست، شاکی خصوصیه. آقا طرف میاد به زن مردم توهین میکنه، دوست دارن نگیرنش. این چه رویه ایست؟ وزیر بعد اصولگرام هست. به ناموس مردم، آقا ناموس مردم ضد انقلابه، ناموس مردم رقاصه است، تو حق نداری بیا توهین کنی. به پرونده درست میکنن، بیا ببین شهر چنگه را میندازن. بعد بحث عدالت هم بعد به خاطر همین میگن اینا هیچ کدومشون به عدالت اعتقاد ندارن، هیچ کدومشون به آزادی بیان اعتقاد ندارن، همه دنبال منافع خودشونن. علی حال دستگیری افراد اگه رخ میده در جمهوری اسلامی بدون استثناء یا یک رفتار شنیع خطرناک خلاف امنیت ملی انجام داده، ممکنه امروز نتیجه نداشته باشه. این عملیات یک تخم لقیش برای برنامه‌های بعدی برهم زدن افکار عمومی. تردید نکنید. یا اینکه شاکی خصوصی داره، بعضیا میان فوش میدن به طرفا، شاکی خصوصی دارن بی جهت. هیچ کس آقا یه نفر بیاد به من یه سند رو کنه که یه نفر رو بی جهت دستگیر کردن. امروز درگیری جدی بین جریان مقاومت، حالا یه بخشی از جریان مقاومت، با جریان کودک کش و جنایتکار صهیونیستی است. خب همچین موضوعی میاد بالا. من گفتم اولین کسی باشم که به این موضوع بپردازم و قضیه رو براتون روشن کنم. اینا همه بازی روانی است، اینا همه پشت پرده داره. پرداختن آقای صالحی، عاطف صالحی که خیلی دوستش دارم و برای من عجیب بود که ایران وارد این فازا شده، ایشون به چند تا موضوع پرداخت که یک نگاه بلند بالایی به اصل حاکمیت و حکمرانی داره. نه اینکه ایشون خدای نخواسته ضد ولایت فقیه، ضد جمهوری اسلامی، نه این پشت پرده یه منافعی رو دارن دنبال میکنن و من انتظار ندارم. تو 2 تا موضع گیری به رهبری پرداخته، به رهبری بعدی. آخه تو اگه انقلابی، تو اگه ولایت مداری، چرا داری این کارا رو میکنی؟ یه موضوع همین موضوع آقای وحید حقانیان که در گوشی یا خصوصی احتمالاً قلیون هم میکشیدن، واقعا رفته بودن مثل. بعد این آدما، این آدمایی که 2 تا موضع گیری به رهبری پرداختن، 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 2
ادعا دارن که گفتگوی خصوصی انجام دادن، ایشون اومده گفته آقای رئیسی با من مشورت کرد برای رهبری. آقا یه جو عقلم خوب چیزیه برای خود آقای عاطف صالحی که اگر اون بنده خدا که احتمالاً به ایشون، حالا به ایشون که نگفته، من نظر شما عرض کنم، اینا گروهای تلگرامی دارن که یه حرفایی مثلا سردار فلانی، وحید حقانیان، یه بار رفتم اومدم بیرون، مثلا نمیخوام تو این گروه باشم، حالا ایشون تو اون گروه یه حرفایی میزنن، بعد عزیز اومد به من گفت آقا کسی نیست جلوی اینا رو بگیره، چی دارن میگن؟ خب ایشون شنیده اونجا، اومده حالا احتمالاً صداشم ضبط کرده، یه کار ناجوانمردانه غیر انسانی. من به شما میگم شما خیلی آدم بدی هم باشید، واقعا عادی امانی به شما اعتماد کنه، یک موضوع خصوصی رو مطرح بکنه. خب ایشون صدا رو ضبط کرده، بعد حالا البته من اینو فکر میکنم نکرده، حالا بلوفی زده، بعد میاد مطرح میکنه آقای حقانیان گفته که آقای رئیسی. ببینید، یک، اگه آقای حقانیان همچین دروغی رو گفته باشه، اولا که دروغه، آقای رئیسی 100% این کارو نمیکنه، چون اینا یک سری موضوعات تو در توی داره، ذهنی است. یک، آقای حقانیان مگه تو بیت رهبری نبوده؟ یه آدمی بوده که قابل اعتماد رهبری بوده، همین الان هم هست. حالا یه سری معضلاتی داشت، یه تذکری بهش دادن، فعلا حالا از دسترس خارجش کردن، نه اینکه دستگیر شده باشه. خب آقای رئیسی شخصیتی که به خودش جرأت بده به یک همچین آدمی بره بگه برای رهبری آینده من چیکار کنم؟ شما را حضرت عباس همین الان فکر کنید این موضوع اصلا شدنیه؟ دو، وحید حقانیان که اینقدر قابل اعتماد بود و آقای رئیسی هم یک اشتباه فاحشی کرده باشه که اصلا امکان نداره به خودش اجازه همچین صحبتی رو بده، و آقای حقانیان اگه میشه جرأت کرد همچین حرفی رو زد. سه، آقای حقانیان چرا باید بیاد این موضوع مطرح کنه؟ چهار، آقای موضوع مطرح شده آقای صالحی، شما که آدم متدینید، شما که میدونید موضوع رهبری چقدر مهمه، شما که میدونید هم سرویس های بیگانه، هم کشورهای بیگانه، هم جریانات سیاسی دندون تیز کردن در این موضوع، چرا این مقوله فیک و دروغ وارد میشید؟ چه هدفی دارید؟ بعد انتظار دارید تذکر ندم به؟ نکته دوم در رابطه با خانم آقای رئیسی، البته دشمنی عاطف صالحی با رئیس جمهور یک داستان طولانی است. من البته گفتم بازم آقای عاطف صالحی رو دوست دارم، خیلی هم احترام قائلم براش، ولی چون موضوع جدی است من مطرح میکنم. صالحی در رابطه با موضوع دولت یادتون باشه داشت دفاع میکرد از آقای رئیسی. خب ایشون مسئولیت میخواست بپذیره، بهش ندادن، شمشیر از رو بست. خب من عاطف همینجا میبندم. آقای علی غفاریان، آقای علی غفاریان سابقه‌شو نگاه کنید. من ایشون هم آدم انقلابی میدونم، ایشون هم آدم درسته میدونم، اما توی بازی یک جریان سیاسی قرار گرفته، تجار مریض تو همین کلاب ها میومد، مباحثش من میشنیدم، حالا بالاخره هم به میخ میزد و هم به نعل و اینها. اما شما برید مواضعی که در رابطه با علی لاریجانی توی سرات نیوز مطرح شده رو، یا مطالبی خود آقای حساب علی آقا قبلا مینوشت، نقد میکرد از آقای ارزم به حضور لاریجانی، این روزها داره چیکار میکنه؟ آقای علی غفاریان و آقای عاطف صالحی شاکی خصوصی دارن، ضمنی که موضوعاتشون مرتبط با یک سری اتفاقاتی است که واقعی نیست. من امانی الان میگم رسانه‌های جریان انقلابی، مسئولین نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای ضعیف عمل کردن، بی‌ارزن. اونا نمیتونن منو بیان بازداشت کنن چون واقعا بی‌ارزن. اما من بیام بگم آقای نمیدونم رئیسی درگوشی به من گفت که نمیدونم فلان موضوع هم هیچ ربطی نداره به هیچی، معلومه نهادهای مسئول برخورد میکنن. تحت تاثیر این بازی‌های رسانه‌ای، این شانتاژهای رسانه‌ای قرار نگیرید. خدا شاهده اگه یه نفر از شما عزیزان توی فضای رسانه اطلاعاتی داشته باشه که پشت پرده ها چی میگذره، به پیر به پیغمبر یک ثانیه به این کنشگری های فیک برخی از افراد اهمیت قائل نمیشید. بعضیا واقعا از زندگیشون افتادن به خاطر این فضای فیک، به خاطر این دروغ های فیک. آقای عاطف صالحی کلا این دو تا موضوعی که همسر رئیس جمهور این بانوی اول اومد ربطش داد به رهبری، بعد اینجا وحید حقانیان هم ربط داد موضوعشو به رهبری. خب معلومه یه موجه جای کار میلنگه دیگه، و ما انتظار نداریم از اینها هم برخورد شده باشه. حقشونه. آقای علی غفاریان و عاطف صالحی از این بازداشتی که من بعید میدونم. یه نکته دیگه هم هست که از دوستان پیام میداد که اینا رفتن دوره ببینن چجوری مردم سر کار بذارن. احتمالش هست تو مواقع حساس ورود میکنن مباحث. من بازم میگم این دو تا انقلابی ان، یه وقت سوء برداشت نشه، واقعا انقلابی ان. اما من موافق نیستم موضع‌گیری ها رو سبک سنگین نکنن، باعث گمراهی افکار عمومی بشن که در نهایت به ضرر افکار عمومی است. و من دارم میبینم که یه سری افراد عامدانه کارایی میکنن، بگن ما یه جماعتی رو سر کار بذاریم غنیمت دیگه.